جناب آقای ضیاءالرحمن فتاوای ابن تیمیه رو بخون، 3 جلد اولو، ببین راجع به ابن عربی چه گفته، عقایدشو اونجا بررسی میکنه. ما ابن عربی زندیقی که تصوف رو به لجن کشید چون استدلالی میکنید؟ اگر چنین که آدم به همه کافران و زندیقها و رافضیان و نمیدونم بقیه ملل و نهل گمراه باید ساکت بشه چون در گذشته بودن، این که نشد استدلال. ولا تسألون ما كانوا يعملون. اونها امتی بودند رفتن، شما هم هستی افرادی، شما از اونها نمیپرسن چی کار کردن. نه، این استدلال به جای خودش نیست، این اصلا استدلال کجه. پس چرا ما باید فتوا بدیم که اون جهنمی است، اون کافر است، اون بیدین است؟ همچنان که به همه گمراهان همین فتوا رو میدیم. و چرا راجع به بهاییت فتوا میدید؟ چرا راجع به قادیانیت فتوا میدید؟ چرا راجع به ریلیویت فتوا میدید؟ این هم از همین بابه. مگه ما قاضی جهنمی انسانا به جهنم بفرستیم؟ ما قاضی جهنم نیستیم. آقا جهنمشو ول کن، لیکن عقایدشو بررسی حق داری بررسی کنی، حق داری بگی موافق قرآن، مخالف اسلام، موافق این حق داری. بعد در مورد ابن عربی مولانا روم رحمه الله میفرمایند که منصوری گفت ان الحق گشت مست. مست گشت یعنی چی؟ مست گشت شراب خورده؟ خب برای که مولانا خودش مقلد اونه در این مورد، هم فکرشه، هر دو در این مورد اشتباه میکنن. هم منصور که یک زندیق داتشه، یک رافضی خبیث بوده، با این کلمات بازی کردن یعنی چی؟ یه مقدار در این مورد مطالعه کنید آقا. فرعونی گفت ان الحق گشت پس. رحمت آقا هست گشت چیه؟ اینا شعره، شعرور چیه اینا؟ الله انا را در وفا لعنت. علکیه اینا، همش علکیه، اینا استدلال نیست که. خواهش میکنم یه خورده در این مورد مطالعه کنید تا روشن بشید.